من خواهش میکنم به رشته کلام از دستتون در نره. همینجا در رابطه با همین موضوعی که شما اشاره کردید که اومدن مثلا گفتن بیاید تغییر مذهب بدید، ببینید یه سوال اینجا این گونه پیش میاد که آیا آنچه که در بلوچستان داره اتفاق میفته به صورت کلی، تصمیماتی که اتخاذ میشه در درون خود بلوچستان هست، یا این تصمیمات به صورت کامل از مرکز کشور دیکته میشه و در بلوچستان به اجرا در میاد؟ و اینجا نقش استاندار چی میشه؟ نقش مسئولینی که در استان هستن اینها چه نقشی ایفا میکنن؟ آیا میبایستی تمام قد مجری دستورات کسانی باشن که از بیرون به اونها این مسائل رو دیکته میکنن، یا اینکه به هر حال بعضی از موضوعات مثل همین مسائل شناسنامه‌ای، مسائل آموزشی برمیگرده به اون نگاه داخلی که برخی از مدیران استان طی این 46 سال گذشته در بلوچستان داشتن؟ دیگه خودتون میدونید جناب ارجمند، فرض کنید در یک منطقه از استان فضای آموزشی چنان اشباع شده است که سرانش بالاتر از سرانه فضای آموزشی کل کشوره. در یک منطقه دیگر میبینیم فضای آموزشی پایین ترین سرانه فضای آموزشی کشور رو داره. مثلا در منطقه جنوب و بخصوص چابهار همین الان 6000 معلم کمبود داریم، 16000 کلاس درس کمبود داریم و اینها همه حالا در کل بلوچستان نگاه بکنیم حدود 16-17 هزار نفر معلم کمبودش هست. حالا 3 ماه 4 ماه از سال تحصیلی گذشته باز هم این چیزها رو ما داریم میبینیم که بسیاری از جاهایی که تحت عنوان کلاس درس داره ازش نام برده میشه فاقد معلم هستن. چقدر فکر میکنید اینها، به فرمایش قبلیتون رو ادامه بدید، چقدر فکر میکنید اینها برمیگرده به یک سری رفتارهایی که منشه اون از درون استان داره فقط شکل بگیره؟ در رابطه با افرادی که استاندار باشه، فرماندار باشه، شورای تامین باشه و هر چیزی که در واقع مقامات حکومتی در سیستان و بلوچستان باشن، حالا غیر بومی یا بومیش فرقی نمیکنه. حالا استاندار در حال حاضر استاندار در واقع سیستان و بلوچستان یک فرد بومی هستند، ولی با وجود این هیچ گونه اختیاراتی از جانب خودشون ندارن و تمام در واقع این چیزایی که اتفاق میفته، در واقع نقض‌های حقوق بشری که اتفاق میفته به صورت سیستماتیک است. حالا خارج از استان باشه یا در داخل استان، ولی به صورت سیستماتیک انجام میشه و در واقع به صورت کاملا نظامی و سرکوبگرایانه هست. بعد اینکه سپاه در واقع امنیت سیستان و بلوچستان و امنیت مرزهای بلوچستان رو در اختیار گرفت، تمام در واقع اتفاقاتی که در سیستان و بلوچستان رخ میده، از ارگانهای دولتی، از استاندار بگیر تا فرماندار و بخشدار و تمام این چیزا از جانب سپاه اتفاق میفته و دستوراتی که از طرف سپاه در واقع دیکته میشه در واقع اجرا میکنن. حالا به صورت حالا خارج از استان باشه یا در داخل استان، این اتفاقات از طرف سپاه داره به صورت سیستماتیک در واقع انجام میشه. حالا در رابطه با این موضوعی که در واقع یک خانواده 8 نفره تمام مدارک‌های در واقع خودشون رو ثبت کردن و تا آخرین مرحله هم پیش رفتن، ولی در آخرین مرحله در واقع اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات به اونا اعلام کرده که شما تا زمانی که به مذهب اهل تشیع رو اختیار نکنید، به شما نه تنها اینکه شما شناسنامه داده نمیشه، بلکه از کشور اخراج میشید. و ما شاهد هستیم، یعنی در طول سال 2024 میلادی بر اساس گزارش هایی که به دست ما رسیده بود، افرادی که بازداشت شده بودند بسیاری از اونها افراد فاقد شناسنامه بودند. افرادی بودند که خب از شهروندان در واقع از اهالی سیستان و بلوچستان بودند، از کشور دیگه نیامده بودند، ولی شناسنامه و مدارک هویتی نداشتند بنا به دلایل مختلف. یکی از دلایل همین بود که من اشاره کردم که در واقع گرویدن به مذهب اهل تشیع برای اینکه مدرک هویتی داشته باشند و به اونا بدن. خب این افراد بازداشت شدند و بازداشت این افراد خب فاقد شناسنامه بودند که بر اساس آماری و جزئیات و مشخصاتی که از این افراد به دست ما رسیده، دست کم 8 نفر از این افراد فاقد شناسنامه که بازداشت شده بودند از کشور اخراج شدند و بسیاری در واقع تعدادی از اونها خب بعد اینکه از کشور اخراج شدند و به افغانستان فرستاده شدند، بسیاری از اونها در واقع دچار مشکلاتی شدند و
دچار بیماری و مسائل مختلف شدن و برای بازگشت به در واقع سیستان و بلوچستان دچار مشکلاتی شدن که هیچ گونه همکاری از جانب در واقع حکومت افغانستان و خب همونطور که میدونیم از سوی جمهوری اسلامی طرد شدن، از کشور اخراج شدن و از طرف دیگر حکومت افغانستان هم برای اینکه اونا رو بازگردانی بکنه و بازگشت به ایران بده در واقع هیچ اقداماتی انجام نشد و چند نفر از اینا در واقع همچنان در بلا تکلیفی و در بیخبری به سر میبرند، یعنی ناپدید شدن و هیچ خبری از اونا نیست. حالا در رابطه با بازماندگی از تحصیل، وضعیت بحرانی آموزش به خصوص در منطقه جنوب بلوچستان که شما اشاره کردید، بر اساس در واقع اون چیزی که مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان‌های چابهار و دشتیاری گفته بود، بیش از 3000 کلاس درس در واقع سرانه فضای آموزشی اونا در دو شهرستان به استانداری کشور رسیده که فضای آموزشی برای هر دانش آموز در چابهار حدود 30 سانتی متر مربع هست. خب در اینجا یعنی 50% مدارس موجود در حوزه چابهار و دشتیاری هم بدون انشعاب آب، برق، تلفن، حصارکشی هستن و از طرفی خب کلاس های فرسوده و خشتی و گلی یا استیجاری هستن یا به صورت در واقع کانکس هستن و در واقع محوطه ای که برای آموزش برای اون در نظر گرفته شده بسیار نامناسب و در منزلت یک در واقع دانش آموز نیست که در واقع به عنوان یک آینده ساز برای آینده کشور در نظر گرفته میشه که تحصیل بکنه و برای آینده کشور مفید باشه. در منزلت یک دانش آموز نیست و محمد انور بجارزئی هم گفته بود که شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، کنارک و حوزه در واقع حوزه انتخاباتی محمد انور بجارزئی که با وسعت 34000 کیلومتر مربع و 34000 کیلومتر مربع و 750,000 نفر جمعیت که خب با 1000 روستا بدترین وضعیت فضاهای آموزشی در واقع کشور رو داره و درخواست کرده بود که هر سریعتر وزارت آموزش پرورش و اداره کل نوسازی نسبت به توسعه و تجهیز مدارس در واقع مدارس مشکلات کمبود فضای آموزشی و امکانات رو هر سریعتر مرتفع کنه. خب بر اساس اون چیزی که آقای بجارزئی هم گفته بود، یعنی از در سواحل مکران از گواتر و پسابندر تا زراباد 7000 کلاس درس نیاز هست تا به شاخص استاندارد کشوری یعنی 8 متر مربع به ازای هر دانش آموز برسه. یعنی شاخص استاندارد کشوری برای یک دانش آموز 8 متر مربع است. حالا در جنوب بلوچستان این نه تنها به 1 متر هم نمیرسه بلکه 30 سانتی متر مربع برای هر دانش آموز است که این در واقع یک فاجعه هست، یک فاجعه‌ای که جمهوری اسلامی داره به صورت سیستماتیک علیه دانش آموزان بلوچ انجام میده. نه تنها اینکه خب شهروندان بلوچ از بزرگسال و جوانان گرفته، خب این شامل در واقع کودکان و دانش آموزان هم شده که به صورت سیستماتیک در حال اتفاق افتادن هست.